این یک آقاست. این یک خانوم است. زنها و مردها هر دو انسان و در نظام آفرینش یکسانند. در این حال با تفاوت‌های نسبت به هم خلق شدند. هیچ کس از یک زن توقع ندارد نیروی کار ساختمان باشد یا مثلا در معدن کار کند یا هر گونه کار سختی که با ظرافت وجودیش ناهمخوان است. او حتی وظیفه‌ای برای تامین مخارج زندگی ندارد. مأمور به خدمت سربازی و جنگیدن هم نیست. در شرایط عادی اینها به عهده مرد است و متناسب با ساختار فیزیکی و روحی او. پس آیا ممکن است زنها نیز متناسب با ساختار وجودیشان تکالیفی به عهده داشته باشند؟ مثلا وزن تکلیفشان در امری همچون پوشیدگی بیشتر باشد؟ سوالی که شاید در جامعه سنتی دیروز مطرح نبود و بسیاری از زنان ایران و سایر نقاط جهان عموماً از پوشیدگی بالایی برخوردار بودند. اما به تدریج این وضعیت با دخالت دست‌هایی و به شکلی غیر طبیعی به سمت کمپوشی آنها رفت، طوری که امروزه شاهد نابرابری آشکاری در زمینه پوشش بین زنان و مردان هستیم، آن هم به هوای برابری که با عذر فراوان و اعمال تغییرات روی تصاویر تنها میتوان بخش‌هایی از آن را به نمایش گذاشت. و حالا زن ایرانی آماج این سوال که چرا باید همچنان حافظ سنت‌های گذشته باشد؟ آیا این ظلم نیست؟ جامعه محل کار و نشاط و فعالیت است و خانه محل راحتی و آسایش. هیچ انسان بالغی با لباسهای مخصوص خانه در یک جلسه کاری حاضر نمی شود. در پیاده‌رو سفره پهن نمی کند و غذا نمی خورد. رختهایش را در یک محل عمومی نمی شوید. همه پذیرفتند برخی کارها مختص حریم شخصی است و نباید چشم و ذهن دیگران را معطوف به انجام آن کرد. محل پرداختن به غرایز طبیعی نیز جامعه نیست. نباید جاذبه‌های پنهانی که مختص زندگی خصوصی است در حریم عمومی آشکار شود. پوشیدگی مانع این امر می شود و زنان به خاطر جذابیت خدادادی بیشتر حد بیشتری از آن را باید رعایت کنند. این برای خودشان نیز سودمندتر است. اما عده‌ای محدودیت‌های پوششی را مایه زحمت و فاقد کارکرد محسوس برای خود می‌دانند. این آقا سال‌هاست که موقع رانندگی کمربند ایمنی می‌بندد، اما یک بار هم برایش کارایی نداشته. بهتر نبود شبیه این خانم که در دوره کرونا هرگز ماسک نزده و هیچگاه هم آسیب ندیده، اون نیز کمربند نمی‌بست تا خود را به زحمت نیندازد؟ به نظر شما صرفاً با این دو نمونه میتوان کارکرد کمربند ایمنی و استفاده از ماسک را نفی کرد، آن هم در حالی که بسیاری به خاطر استفاده نکردن از آنها آسیب‌های جدی دیدند، همچنان که بسیاری نیز به خاطر نداشتن پوشش مناسب مورد آسیب و بی‌حرمتی قرار گرفتند. البته هستند افرادی که علیرغم رعایت پوشش نیز مورد این آزارها قرار گرفتند، همانطور که عده‌ای با وجود بستن کمربند و زدن ماسک آسیب جانی دیدند. این را هم نمی شود دلیل بر بیکارکرد بودن این ابزارها دانست و نباید تصوری صفر و صدی از موضوعات داشت. در سالمترین جوامع نیز هستند آزارگرانی که برای اهل رعایت مشکل آفرینی می کنند، اما اولا میزان آن نسبت به جوامع ولنگار بسیار کمتر است، ثانیاً دیگر مسئولیتی متوجه فرد رعایت پیشه در پیشگاه جامعه و پروردگار نیست. اما علیرغم اینها عده‌ای باز پوشش را یک امر شخصی می‌دانند که نباید به بهانه آزار و اذیت‌ها آن را محدود کرد. میگویند هر کس به واسطه ظاهر یک نفر نسبت به وی کشش پیدا کند بیمار است و مشکل از ظاهر آن شخص نیست. زن و مرد شبیه دو قطب ناهمنام آهنربا طوری خلق شده‌اند که نسبت به هم کشش داشته باشند. برای کنترل این مغناطیس قوی نیاز است فواصلی رعایت شود تا هرج و مرج در جامعه اتفاق نیفتد. پوشیدگی و فواصل رفتاری برای همین است و اگر از آن صرف نظر کنیم مغناطیس بین دو جنس را نمیتوان خنثی کرد. به این ویدیو که 52 میلیون بار در یوتیوب بازدید داشته توجه کنید. برش‌هایی است از 10 ساعت پیاده‌روی یک زن در نیویورک. متلک‌های متعدد جنسی نشان می‌دهد کاهش محدودیت‌های پوششی آنطور که برخی‌ها ادعا می‌کنند با عادی شدن اوضاع نینجامیده. مستندات و گفته‌هایی که این مطلب را تایید کند هم بسیار است. فی‌المثل توییت رئیس جمهور فرانسه که گفته زنان بیشتر و بیشتری از ترس اینکه مورد حمله قرار گیرند دیگر جرأت سوار شدن به وسایل نقلیه عمومی را ندارند. یا حرفای این بازیگر آمریکایی I've been harassed and you know what? I'm just like you. Because what happened to me behind the scenes happens to all of us in this society. حتی اگر دیدن مناظر غریزی و پوشش‌های ناکافی برای افراد جامعه‌ای عادی شده باشد، نمی‌توان آن را وضعیتی مطلوب دانست، بلکه نشان از ابتلاع آن جامعه به مشکلات عمیق‌تری دارد. روابط آزاد و کاهش ازدواج، افزایش جدایی، خیانت، شیوع بیماری‌های مختلف در پی ارتباطات، نظیر ایدز، انحرافات جنسی که گونه‌های جدیدتر آن در راهند،
نگاه تجاری به فحشا به عنوان صنعتی پرسود متمرکز بر حضور زنان، عرضه‌نگاری و تولید محتواهای غیر اخلاقی، اعتیاد به تماشای آن، شیء انگاری و نگاه کالاگونه به زنان در عرصه تبلیغات و البته سینما، به رقابت کشیدن زنان با هم در امر زیبایی و القای احساس خودکمبینی به بسیاری از آنها، آسیب دیدن مفهوم سنتی خانواده، مادر، پدر، غیرت، ناموس، حلالزادگی. نمیتوان پوشیدگی و حریم زن و مرد را از جامعه‌ای زدود و در این برتها نیفتاد. اما علیرغم این ولنگاری‌ها تصور وجود آزادی بی حد و مرز در جوامع غربی نادرست است. 2 زن در لس آنجلس در اعتراض به اینکه بانوان طبق قانون باید موضعی از بدن را افزونتر از آقایان بپوشانند نیمه عریان می‌شوند. پلیس به خاطر نقض همین قانون بازداشتشان می‌کند. این یعنی اولا در حریم عمومی آن جامعه نیز حدی هرچند ناکافی از پوشش اجباری است، ثانیاً بین زن و مرد در میزان آن تفاوت قائل شدند، طبعاً بنا به ساختار متفاوتشان. اما آیا این بازداشت‌ها منجر به خیزشی وسیع برای حذف کنترلگری پلیس می‌شود؟ آیا مسئولی برخورد پلیسی را غلط و صرفاً اقدام فرهنگی را کافی می‌داند؟ آیا عده‌ای به مأمورین که مجری قانون هستند هجمه می‌برند؟ برخی چهره‌های مشهور رنگی از حماسه به ساختارشکنی‌ها می‌زنند؟ رسانه‌هایشان عنوان می‌کنند تا وقتی چند صد هزار بیخانمان در کشورمان داریم و عده‌ای زیر خط فقرند، دغدغه پلیس نباید کنترل پوشش افراد باشد؟ بعید به نظر می‌رسد. پس چرا نوع خفیف همین اتفاقات در کشورمان فضا را ملتهب می‌کند؟ به خاطر تلاش‌های امثال این چهره و رسانه‌هایی که مجری سیاست‌های فرهنگی بیگانه‌اند، همان بیگانگان که سرآمد جنگ و کشتارند، اما همزمان نگران حقوق زن ایرانی که مبادا با پوشیدگی بیشتر تضییع شود. زن، زندگی، آزادی. فریاد امروز چنین جماعتی برای آزادی زن ایرانی حتما در پی منفعتی است. همان آزادی که یک دهه قبل یواشکی بود و حالا علنی دعوت به برهنگی می‌کند. بیایید به سالهای متمادی که پیش از این یک دهه بدون بحرانسازی بر سر پوشش گذراندیم نگاه کنیم. آن روزها زندگی جمعی گرمتری داشتیم یا حالا که نوع حضور برخی در اجتماع باعث آزردگی برخی دیگر و فاصله گرفتنشان از محیط‌ها شده؟ آیا می‌توان ادعا کرد در گذشته با وجود محدودیت‌ها شادتر بودیم و با کاستن از آن عصبی‌تر شده ایم؟ اگر پاسخ مثبت است، باید از خود بپرسیم چرا؟ جواب: چون طراحی همین است. هدف اصلا فعال کردن گسل‌هایی است که بتوان جامعه ایرانی را نیز به تشنج و نابودی کشاند یا به تدریج استحاله کرد تا پذیرای سلطه بیگانه باشد. البته برخی تریبونداران با اشاره به بالاتر بودن اولویت اقتصاد و عدالت از فرهنگ این مباحث را کم اهمیت جلوه می‌دهند. گویی نمی‌دانند جامعه اگر متمایل به مسائل غریزی شود می‌تواند در انتخاب‌های سیاسیش خطا کند و اقتصاد و عدالتش را هم خدشه‌پذیر سازد. سخن طولانی شد. کاش برخی هموطنان که از سر بی‌غرضی در این طراحی نقش ایفا می‌کنند فرجام آن و طراحان و مجریانش را بشناسند. همانها که دوست دارند زشتی‌ها در میان اهل ایمان شایع گردد و فرجامشان در کلام خدا چنین است: